سلام دوستان، این جلسه آموزش یه مدل کیف اسپورت رو داریم. این کیف همین اول کار توضیح بدم که طراحی اصلی این کیف از پیج چرمانا سرکار خانم خلیلی هست. من تغییراتی در اندازه ها، بخش‌های از طراحی الگو و همینطور بحث سیرسازی داشتم تا بتونم این کار رو برای اجرا روی پارچه آماده کنم. خب همینطور که میبینید 4 تا زیپ داره، به همین خاطر اسمش هم خودشون 4 زیپ گذاشتن. زیپ های بزرگ و عمیقی داره. یه زیپ هم در قسمت پشتی داره. در قسمت داخل یک جیب زیپ دار و یه دونه جیب بدون زیپ در این قسمت کار داره. در کل بگم که کیف بسیار سبک، جادار، خوش‌دست و نکته قابل توجهش اینه که هم برای خانم ها و هم برای آقایون قابل استفاده است. در هر طرح و رنگی که دوست دارید میتونید درست کنید و استفاده کنید. خب برای طراحی الگو از کاغذ شطرنجی من استفاده میکنم. ممکنه بعضی از دوستان یه همچین کیفایی رو خیلی راحت همون از اول یعنی روی پارچه اجرا کنم، ولی من بنابر روشی که از روز اول داشتم برای هر چیزی سعی میکنم که الگویی طراحی کنم. اینجا هم از همین روش استفاده میکنم. خب در مورد کیف یه توضیح این که ببینین این قسمتی که الان توی کادر دیده میشه بدون در نظر گرفتن کفی یا تبله، ببینین این کار تبله سرخود هست. کلا وقت در نظر نگیریم به این قسمتی که روبروی ما هست و ما میبینیم اندازه اصلی کیف رو بهش میگن رخ کار. من همیشه باید در نظر بگیرم که میخوام رخ کارم چقدر باشه و بعد بقیه جزئیات رو بهش اضافه کنم. اندازه‌ای که من در نظر گرفتم اندازه 22 در 25 هست. این رو رسم میکنیم. بیست و پنج برای بلندی کیفم در نظر گرفتم. و کادر رو تکمیل میکنم. اندازه ها رو اینجا یادداشت میکنم. اینجا رو گفتم 22 سانتی متر از این قسمت تا این قسمت و از بالا تا پایین هم 25 سانتی متر. خب این کار یه تبله داره. گفتم که این تبله سرخود هست. من برای این کیف تبله 6 سانتی در نظر گرفتم. شما میتونید کمتر یا بیشتر این رو در نظر بگیرید. طبیعتا تبله نصف میشه و به 2 قسمت اضافه میشه. یعنی 6 سانت رو تقسیم بر یعنی این 6 سانتی رو که من مد نظرم هست تقسیم بر 2 میکنم، میشه 3 سانت به این ور کار و 3 سانت هم به این طرف کار اضافه میکنم. میتونم خط قرینه یا همون خط تقارن رو در اول کار اینجا بکشم که بعد برگردونم و منتقل کنم یه طرف رو تکمیل کنم. ولی خب شرایط این الگو طوری هست که به نظرم اگر که همزمان 2 طرف رو ببینین خیلی بهتر هست. پس گفتم اینجا 3 سانتی متر و اینم 3 سانتی متر. این کیف رو اگر دقت کنین ببینین این قسمت بالا دوخت نداره، یعنی یه قسمتی از ادامه روی کار به طرف داخل برگشته. بهش میگن لبه برگردون. حدود 4 سانت ببینین
4 سانت در نظر گرفته شده و من این لبه برگردون رو پس به بالای کار اضافه میکنم. پس این قسمت شد 4 سانتی متر. خب تا اینجا این الگوی ما دارای تبله و لبه برگردون شد و ما کفی اینجا دیدیم که تعبیه نکردم، یعنی کفی رو جداگانه ما میخوایم الگو کشی کنیم و به طور جداگانه دوخت میشه، سر خودش نیست مثل تبله. و اما کفی، برای کف کیف اندازه دقیقا این قسمتی که ما برای رخ کار در نظر گرفتیم عرض، کفی هم همون اندازه هست. کفی هم اینجا میکشم. پس یه مستطیلی داریم به طول 22 و عرض 6 سانت. ببینید 2 تا 3 سانت اینجا باید تبله داده بودم، مجموعش میشه 6 سانت. پس 6 سانت هم برای عرضش در نظر میگیرم و این میشه کفه کیف من. به این صورت. اینجا همون 22 سانتی متر بود و این قسمت 6 سانتی متر. من این می‌نویسم بدنه اصلی کیف و اینجا شد کف کیف. خب یه قسمت دیگه داره این کیف. اینجا رو ببینید، جایی که این زیپ رو وصل کردم بهش و اینجا که زیپ بهش وصل میشه و خود این قسمت به لبه برگردون وصل میشه. به اینجا میگن لبه زیپ. من برای لبه زیپ عرض 2.5 میخوام در نظر بگیرم و اما طولش. این فاصله رو گفتیم که ببین بالای کیف کلا من 22 سانت در نظر گرفته بودم. برای لبه زیپ میتونین کیپ بگیرین کامل، ولی من میخوام 1 سانت کوچیک‌تر از هر طرف 1 سانت کوچیک‌تر بگیرم. اینجا رو ببینین دقیقا تا این لبه اومده و من الان موقعی که کیف باز بسته میکنم من احساس کردم که این اگر 1 سانت کوچیک‌تر بود از هر طرف خیلی بهتره. برای همین خاطر دقیقا نمیخوام 22 بگیرم، میخوام 20 بگیرم. پس یک مستطیل خواهم داشت که طولش 20 و عرضش رو میخوام 2.5 بگیرم. 2 هم میتونین بگیرین، بستگی داره که چه جنسی انتخاب میکنین و یه بار که درست کنین متوجه میشین که منظورم چی هست. فعلا با همین 2.5 این کار رو انجام میدم. خب پس اینجا رو من 20 سانتی متر در نظر گرفتم و این قسمت هم که 2.5 سانت. و اسمش رو میذاریم لبه زیپ. خب ما الان باید اینا رو با قیچی یا کاتر برش بزنیم و بعد مراحل الگو کشی رو ادامه بدیم. خب من اینو برش زدم. کف کیف و لبه زیپ رو فعلا کار ندارم. با قسمت بدن اصلی کیف رو ما روش میخوایم قسمت هایی که زیپ میخوره رو الان اینجا مشخص کنیم. به همین خاطر برش میخوره. قبل از اینکه این کار انجام بدیم
این الگوی آماده شده رو روی کاغذ شطرنجیتون بذارین و یکی دیگه ازش بکشین که برای قسمت پشت یه نمونه داشته باشیم. اندازه رو روش بذارین. من یکی از این تیکه کاغذ اضافی که داشتم این کار رو انجام دادم. پس این قسمت بدن اصلی کیف هست و این رو میخوام برای قسمت پشت کیف داشته باشم اینو. پس اینو میذارم کنار که از الگومون رو از دست ندیم. خب و اما روی بدنه اصلی ببین که 2 ردیف زیپ میخوره و من از اینجا از قسمتی که لبه برگردون شده از اینجا 4 سانت فاصله دادم برای اولین زیپ و بعدم برای بعدی هم دوباره 4 سانت. شما میتونید این مقدار رو کمتر یا بیشتر کنید. میتونید فقط 1 زیپ داشته باشین، 2 زیپ و حتی میتونید 3 زیپ اینجا داشته باشین. حتی میتونید 1 زیپ عمودی داشته باشین. اینا همه کارهایی که شما میتونید انجام بدین. خب گفتم که دیدین که از بعد از لبه برگردون ما الان اینجا این لبه برگردونه بنویسم اینجا لبه برگردونه. پس ما با این قسمت کار نداریم. در واقع اینجوری در نظر بگیریم که این میخواد تا بشه و از اینجا به بعد 4 سانت رو انتخاب میکنیم. 4 سانت اینجاست. خب پس از اینجا 4 سانت میام پایین و اولین قسمتی که میخوام زیپ رو داشته باشم مشخص میکنم. اینا رو با سبز بنویسم که بهتر ببینن. خب این خط اینجا رو من مشخص کردم. پس من گفتم از اینجا تا اینجا رو 4 سانتی متر اومدم پایین. خب حالا برای زیپ ببینیم زیپ هایی که تو بازار هست، مثلا زیپ پلاستیک، دندون پلاستیکی، ببینین تقریبا اینجوری بیان که دیده بشه تقریبا زیر نیم سانت هست. این دندونه ها این فاصله زیر نیم سانت هست. در زیپ های دندان فلزی سنگین ببینین بیشتر از نیم سانت هست. پس شما مثلا چه زیپ استفاده میکنه؟ من مثلا برای کار قبلی از این زیپ استفاده کردم، ولی الان چون رنگش مناسب نبود برای پارچه که میخوام استفاده کنم میخوام از این زیپ پلاستیک استفاده کنم. پس اینو در نظر میگیرم. در کل نهایتا من فکر میکنم که تا 1 سانت و نیم جا برای زیپ بذارین خوبه. ببینید اگر اینجا تقریبا 1 سانت و نیم این فاصله میشه. در این زیپ پلاستیکی من کمتر میخوام اینو بذارم، تقریبا 13 میلیمتر، یعنی 1 سانت و 3 میل. یک سانت و 3 و اینجوری فضایی که زیپ قراره بیاد برای من مشخص میشه. پس اینجا محلیه که زیپ میخواد قرار بگیره. و حالا زیپ دوم گفتم که باز اونم 4 سانتی میخوام باشه. خب و 13 میلیمتر یا همون 1 سانت و 3 میل رو برای این هم اجرا میکنم. پس این هم میشه جای زیپ بعدی. اگه شما دوست داشتین که یه زیپ دیگه هم بدین میتونین به واسطه 4 سانت یا حتی خیلی بخاطر عنوان کار تزیینی خیلی پایین میتونستین یه خط مشخص کنین برای زیپ. الان قبل از هر کاری من این قسمت ها رو برای خودم باید مشخص کنم که بعد اشتباه نکنم، چون میخواد برهش بخوره. من این قسمت رو کلا 1 شماره گذاری میکنم، این قسمت رو 2 و این قسمت رو 3 و حالا میتونم اینو برش بزنم.
یه صورت. دستم تکون خورد. این قسمتی که گفتم اضافه است میره کنار و الان به این صورت چیدمانش میکنیم که ببینیم که چی شد. این قسمت بالا شماره 1، این قسمت بعدی و این هم قسمت بعدی. یعنی وقتی که زیپ ها رو وصل کنیم دقیقا بدن جلو و پشت به یک اندازه هستن. اگه یه موقع خواستین جای زیپ رو 1 سانت خیلی نزدیک به دندونه میشه، دندونه زیپ میشه و این به نظرم من که گذاشتم خب یکم سخت میشه. البته یکم زیبایی زیپ هم مهم هست، یه مقدار از این قسمت رنگی زیپ اگر دیده بشه بهتره، ولی اگر 1 سانت بزنید ببینید به این صورت کامل فقط میره قسمت دندونا، به خصوص این زیپ های بلزی. فکر کنم اینو یکم دیگه باید یکم کج این قسمتش. خب الان یک کاری که باید انجام بدیم در مورد جیب ها باید صحبت کنیم و آسترشون. ببینید ما تا اینجا هیچ صحبتی در مورد آستر اصلی کیف نکردیم، ولی برای الان قسمت داریم جلو و پشت کیف رو میخوایم مشخص کنیم و اندازه جیب هاشون رو. خب اینکه بلندی جیب رو چقدر میخواین بگیرین. برای این جیب بالا مثلا شما میتونید تا این پایین ببینید تا پایین میتونید این جیب رو بهش عمق بدین تا این پایین، یا میتونید کوتاه بگیرین. دو تاشون یه اندازه باشن یا اینکه یکی کوتاه‌تره که چون بلندتر. من در نظر گرفتم که برای جیب اولی میخوام یک کیسه جیب 16 سانتی در نظر بگیرم و برای دومی یک 10 سانتی. پس ببینید برای این 16 سانتی و برای این 10 سانتی. وقتی که میخوام اینو 16 سانت در نظر بگیرم 2 سانت هم جای دوغ بعدش اضافه کنم میشه 18 سانت. و به خاطر اینکه این کیسه جیب، این فرض کن اگر این کیسه جیب باشه، خب من دارم میگم 18 سانت، خب این کیسه باید به این صورت باشه دیگه که داخل دست که میزنیم یا مثلا چیزی داخلش میذاریم، خب این باید بگرد کیسه ای باشه. پس اون 18 سانت برای ما 2 برابر میشه. پس ما اینجا برای آستر جیب همینجا می نویسم یه مستطیلی میخوایم که بلندیش 36 سانته و عرضش چقدره؟ ببین ما نمیخوایم از این گوشه تا اون گوشه ادامه داشته باشه این آستر، میخوایم فاصله داشته باشه، با توجه به اینکه این قسمت هم زیپمون ببین تقریبا 3 سانت از هر طرف کوتاه‌تر هست. من میخوام چون زیپ رو تا آخر نمیخوام ببرم که زیر دوخت مشکل دار بشه، از همین قسمت رخ اصلی کیف 1 سانت هم که بیشتر بزنم به نظرم برام کافیه، یعنی 1 سانت و نیم. من 25 سانت رو فعلا میگیرم. پس آستر جیب 25 کیسه 25 در یه مستطیل 25 در 36 هست که بعد دولا میشه 25 در 18. و برای آستر جیب 1 و برای آستر جیب دومی باز 25 که اندازه سر جاش هست، بلندی رو گفتم 10 میخوام بگیرم، 2 سانت هم جای دوخت و برگردونم که بکنید دوبلم که بشه میشه 24 سانت. پس آستر جیب دومی هم من میخوام 24 سانت در نظر بگیرم. پس این از بدن اصلی، این قسمت سومی، آستر جیب دومی هم گفتیم، آستر جیب اولی هم گفتیم و این 3 قسمت جلو. خب یه قسمت دیگه در مورد پشت کار. ببینین در قسمت
پشت کارم یه دونه جیب داشتیم اینجا هم. اینم دل بخواهیه میتونین جیب بذارین، میتونین جیب نذارین، یا میتونین جیب عمودی داشته باشه. من اینو حالا فعلا همه یه جیب افقی میخوام براش در نظر بگیرم. یادتون باشه که این قسمت گفتیم که چی، این برگردون بود، یعنی اینو حساب نمی کنیم وقتی که میخوایم اندازه بزنیم. واسه جیب پشتم میخوام 4 سانت پایین بیام و یه جیب 18 سانتی بزنم. خب من حساب میکنم میبینم که اگه از هر طرف چون باید مساوی باشه دو طرفی که حساب میکنم، یک جیب 18 سانت از اینجا تا اینجا. برای عرض این هم 1 سانت و 3 میل رو انتخاب میکنم و اندازه جیبم رو همینجا مشخص میکنم. اگر که جیب رو روی الگو تعبیه کنین خیلی کارتون رو راحت میکنه. پس من در واقع یه جیب دارم که این ورش 18 سانته، این ورش 1.3 و در 4 سانتی از لبه قرار گرفته. خب داخلش رو خالی میکنم که موقعی که میخوام روی الگو منتقل کنم کارم راحت باشه. خب ببینید من این قسمت رو خالی کردم. فقط یه نکته همینجا ادامه بدیم که آستر رو با مشکی بزنم. اینم یه آستر جیب میخواد، یک آستر جیب احتیاج داره. حالا اینو چند سانت بگیریم؟ من آستر این رو هم 10 سانت میگیرم با 2 سانت جای دوخت میشه 12 سانت. دوبلش که بکنم 24 سانت. 24 سانت برای قسمت حالت ارتفاعی و برای قسمت عرضش هم این 18 سانت بود. من 1.5 سانت از هر طرف اضافه کنم میشه 21 سانت. برای آستر جیبم هم 21 در 24 برای قسمت پشت این رو در نظر گرفتم. خب تا اینجا آستر الگوی بدن کیف به اضافه جیبا و آستر جیبا شما مشخص کردیم. با کف و لبم که کاری نداره. حالا یه قسمت دیگه میمونه، آستر کیف، آستر اصلی کیف. کلمه اصلی رو به کار میبرم به خاطر که با آستر جیبا اشتباه نشه. خب ببینید آستری رو اول میخواستم روی همین براتون توضیح بدم ولی بعدم اعدادمون خیلی متفاوت شده، بهتره که آستر کیف رو جدا بزنیم. یه نکته فقط همینجا بهتون توضیح بدم. گفتیم که این لبه برگردونه، درسته؟ یعنی این کلا این دیده نمیشه، اینجوری میره داخل کیف. خب وقتی این بره داخل میخواد اینجا به آستر وصل بشه، پس طبیعتا آستر ما از اینجا شروع میشه. پس از حتی لبه کیف رو که ما این لبه برگردون رو که اصلا ندید بگیریم 4 سانت هم اومده. ببین 4 سانت هم باید پایین تر برای این آستری در نظر بگیریم. پس بهتره که از اول این رو رسم کنیم. خب قسمت عرض کیف که همونه که گفتیم و تابلو هم همونه بود که گفتیم. تا اینجا گفتیم که 22 سانتی میخوایم در نظر بگیریم ولی بلندی رو گفتیم چی؟ منهای 4 سانت یعنی 21 سانت در نظر بگیریم. به این صورت اندازه رو همینجا میزنم که متوجه بشیم که داریم چه کار میکنیم. همین اول توضیح بدم که این الگوی آستر اصلی هستش. منظورم پس گفتم آستر اصلی میگم به خاطر اینکه با آستر جیب ها اشتباه گرفته نشه. اینو که 22 سانت در نظر گرفته بودم و اینجا رو 21 سانت. تابلوها که سر جاش هست، تابلوها هیچ تغییری نمیکنه، همون 3 سانت، همون 3 سانتی که
داشتیم سر جاش هست. بیت. خب اینم که گفتم همون 3 سانت بود. حالا یه تفاوت دیگه داره با الگوی اصلی. ببینید الگوی اصلی بدن پشت کیف و جلوی کیف هر دوتا تا اینجا تموم میشدن. خط پایین کیف اینجا بود چون که کفه رو جداگانه براش، ببینید کفی رو جداگانه داشتیم براش طراحی میکردیم. ولی در قسمت آستر دیگه این کارو نمیخوایم بکنیم. در قسمت آستر میخوایم مثل بقیه کیفای دهانه دار که انجام میدادیم کفه کیف روی بدنه تعبیه بشه. وقتی که یه تبله 6 سانتی داریم که در این دو قسمت 2 تا 3 سانت بوده، برای کفه هم همینطور میشه. 6 سانت کفه در نظر میگیریم که 3 سانتش رو اینجا در نظر میگیریم. ببینید الگوی اصلی آستر کلا برای پشت و جلو دیگه یکیه. وقتی که 2 تا از این برش میزنیم پشت و جلوی کیف رو روی هم قرار میدیم و دوخت بزنیم، این 3 سانت میشه برای ما 6 سانت. درسته؟ پس ببینید این 3 سانت بود، این هم 3 سانت. 3 سانت و 3 سانت. این قسمتونه دیگه که خودتون وارد هستین دوخت میشه و اینجوری ما کمترین دوخت رو در قسمت آستر داریم. یعنی میتونستیم کف هم جداگانه بدیم ولی 2 ردیف دوخت داشتیم و این به نظرم کار بهتری هست. خب الان الگوی آستر اصلی کیف برای پشت جلو فرق میکنه آماده شد. اینو هم برش میزنم. خب من این رو هم برش زدم. الان الگوهای ما به این صورت شد. یه الگوی آستر اصلی برای پشت جلو، یه بدنه پشت کیف و بدنه اصلی یا روی کیف یک و 2 و 3، یه کفیه کیف و یه دونم لبه زیب. هر کدوم که روشون داریم کار میکنیم من اونجا باز دوباره توضیح میدم که موقع ابهامی نمونه. خب اینا دیگه آماده شد و الان میریم برای ادامه کار.